خب من یه بار دیگه تشکر میکنم از خدمت همتون که اینجا شرکت کردید توی این جلسه. امیدوارم حال همتون خوب باشه. خیلی سریع بریم سراغ مباحث. اول اینکه من یه معرفی کلی از خودم داشته باشم. من سعید زاره هستم، جزو اعضای تیم تست هلپر الان در خدمت شما هستم و رایتینگ در واقع متخصص حوزه رایتینگ هستم. هد تیم تافل تست هلپر و هد تولید محتوا هستم. الان صدام بهتره؟ امیدوارم الان صدام اوکی باشه. به هر حال یه مقداری چالش ها هست دیگه. فکر میکنم اوکی شده باشه. عرضم به حضورتون که بله، من متخصص حوزه رایتینگ هستم و خب رایتینگ تافل هم نمرم 30 شده و اینجا هستم که در خدمتتون باشم. برای اینکه در واقع یکم ساختار بندی داشته باشه، با توجه به اینکه ما محدودیت زمانی داریم توی گوگل میت، متاسفانه فقط 1 ساعت فرصت داریم. اینجا کاری که میشه کرد اینه که من یک تایمی رو، ددلاین رو در واقع اختصاص دادم برای سکشن های مختلف. یک بخش اولیه‌ای ما داریم که در واقع میشه رایتینگ جنرال که حدود 10 دقیقه سوالات در مورد کلن رایتینگ، نه اینکه یک سوال در مورد تسک 1 یا تسک 2. افرادی که کلن در مورد رایتینگ سوال دارند، در مورد اونها پرسش هاشون رو مطرح کنن. 15 دقیقه در مورد تسک 1 بله 15 دقیقه در مورد تسک 1 صحبت خواهیم کرد و 25 دقیقه هم در مورد تسک 2. این زماندهی هم بر اساس همون دیتا هایی که توی گوگل فرم پر کردید. نمره بنده مربوط به فرمت قبلیه و اتفاقا 1 ماه دیگه من آزمون دارم و مثل خودتون قراره به زودی آزمون دوباره بدم. امیدوار هستم که باز بتونم این نمره 30 رو تیک بزنم مجدداً، ولی خب به هر حال یکم سخته. در هر صورت افرادی که سوالشون در حال حاضر در مورد کلن رایتینگ این جنرال هست، اگر امکانش هست دستشون رو بیارن بالا، ریز هند بکنن که میکروفونشون رو بگیم وصل کنن و سوالش مطرح کنن و من پاسخ بدم. این جلسه کلا پرسش و پاسخه و یه جورایی جلسه اولیه است و در جلسات بعدی هم پرزنتیشن اضافه میشه، هم حالا سعی میکنیم کیفیت کار رو بهبود بدیم، چه از نظر میکروفون، چه از نظر دوربین، چه از هر نظر دیگه. امیدوارم هر مشکلی هست به بزرگی خودتون ببخشید. اگر توی بحث رایتینگ جنرال کسی سوالی داره ما در خدمتیم. لطفاً ریز هند رو بزنید که من بتونم ببینم. خب خانم ندا، من باید میکروفون ها رو بس کنم اینجا. بفرمایید خانم ندا. میکروفونتون رو بس کنید و صحبت کنید. سلام، روزتون بخیر باشه. روز شما هم بخیر، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای زاره، من نوشتن هیچ وقت برام سخت نبوده، ولی الان که برای این آزمون تافل میخوام بنویسم خیلی نمره های بدی میگیرم، یعنی اصلا همش روی 19-20 موندم، اصلا هم پیشرفت نمیکنم. حالا نمیدونم، شما گفتید که راجع به تافل نپرسم، درسته؟ نگفتم راجع به منظورتون تسکای جداگونه است؟ آره، بله، من کلا ترجیحاً سوالتون اگر که صرف رایتینگ باشه بهتره، ولی خب حالا بفرمایید.
خب نه اگه اون شکل فرقی نمیکنه. من فکر میکنم کلا اگه بتونیم خوب بنویسیم توی تافل هم این اتفاق میفته. من یه مدتی که 4 سال آلمانی خوندم، بعد اون خیلی ضعیف کرد رایتینگ منو. یعنی الان میخوام انگلیسی بنویسم خیلی سختمه، بخوام زبانا رو دوباره هندل کنم توی ذهنم. مثلا ببینم چه تمرینی کنم. من فکر میکنم یه چیزی حدود 2-3 ماه دیگه هم آزمون دارم و الان همین صبح یه دونه آزمون دادم 20 شد رایتینگم. ام، میخوام یه جوری نحوه تمرین حتی اگه استپ بای استپ باشه، یعنی چه شکلی شروع کنم که به یه نمره حداقل 26-7 برسم. مهم. خب شما سلامت باشید. خیلی ممنون بابت سوالی که پرسیدید. اگر امکانش هست الان میکروفونتون رو قطع کنید که بله تداخل ایجاد حتما نشه. ممنون میشم. حتما. اه، ممنون بابت سوالی که پرسیدید. ببینید دوست عزیز، شما باید این رو اول از همه در واقع یک ارزیابی ازتون بشه که خب شما به طور کلی جنرال انگلیشتون در چه سطحه. این یک سوال خیلی مهمیه. الان فکر کنم باید نیازه که میکروفونتون وصل بشه اینو بگید. آره. ام، خیلی خوبه. من کلا انگلیسیم خیلی خوب بود. من کار ترجمه انجام میدادم. بعد که این وقفه آلمانی ایجاد شد، خیلی افت کردم، خیلی زیاد. ولی الان باز یه چند ماهی که شروع کردم برای تافل. بعد نیست، ولی رایتینگ خیلی کار نکرده بودم و آخرین ماگی هم که دادم فکر میکنم 20 یا 21 شده بودم. یعنی جنرالم کلی خیلی خوب میتونم صحبت کنم، ولی انگار با تسک ها مشکل دارم. مهم. یعنی من الان میتونم راجع به موضوعات مختلف نیم ساعت انگلیسی صحبت کنم، مهم. ولی به تسک ها که میرسه انگار یه جوری مغزم هنگ میکنه، نمیتونم ادامهش بدم. خب بیاید یه کاری کنیم. من فکر میکنم که پاسخ سوال شما باید جزئی تر سوالتون مطرح بشه. در نتیجه توی حالا اون تسک مد نظرتون، چه تسک یک چه تسک دو، دوباره ریز هند کنید سوالتون رو دقیق تر بپرسید. فکر کنم اینجوری بهتر باشه، چون با توجه به اینکه میگید سطح زبانتون ضعیف نیست، خب یه سری از فاکتورها کلا هست میشه دیگه و در نتیجه آره باید یکم اسپسیفیک تر صحبت کنید. اگر دوست دیگه ای هست که سوال جنرال داره لطفا ریز هند کنه، وگرنه که بریم سراغ تسک یک. اه، آقای آقای زاره حسن، ممنون. خواهش میکنم. آقای حسن بفرمایید. حالا راستی یه نکته بگم دوستان، ترجیحاً سعی کنید سوالتون رو با وایس مطرح کنید، چون این جلسه قرار ضبط بشه و بعدا در اختیار خودتون و احتمال خیلی خیلی زیاد توی کانال در واقع یوتیوبمون هم قرار بگیره. خوبه که در واقع وایستون باشه که یکم ترک کردن راحت تر باشه. ببخشید آقا حسن بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلام وقت شما. من یه سوالی داشتم، اینه که توی رایتینگ من یه اشکالاتی دارم، یعنی میتونم گرامرای پیچیده به کار ببرم و اینا، ولی یه اشکالای کوچیکی دارم، مثل این که مثلا اسو نمیتونم اون لحظه یادم باشه که بذارم، یا آرتیکلا رو مثلا اود رو نمیتونم بذارم. من شنیدم که هوش مصنوعی ETS بر اساس لول نمره میده، یعنی وقتی کسی که نمیتونه اینا رو، یه همچین غلطایش زیاده، خیلی نمره بیشتری ازش کسب میکنه. یعنی میگه که طرف اینا رو نمیدونه، حالا اومده مثلا گرامر پیچیده استفاده کرده. اولا این درسته؟ اگه درسته راهکارتون چیه که آدم اون غلطهای بیسیک ساده رو که مثلا چون توی تایم داره مینویسه، یه ذره استرس داره، نمیتونه مدیریت کنه، اونا رو چیز کنه، حل کنه؟ ممنون. خواهش میکنم. ممنون از سوالتون. ببینید حسن جان، من چیزی که متوجه شدم اینه که با توجه به صحبت خودتون اینه که شما تسلط گرامری نسبتا خوبی دارید و ضعفتون توی یه سری ایرادات جزئی اما مهمه. خب به هر حال اینا مهم هستن، همه اینها، چه آرتیکل ها، چه اس سوم شخص، سابجکت ورب اگریمنت، اینا گرامرهای بیسیک، اینا گرامرهای اولیه هستن و بیسیک بودنشون به معنای بی اهمیت بودنشون نیست، اتفاقا به معنای اینه که خیلی مهم. صحبتتون در مورد ETS رو نمیتونم تایید یا رد بکنم واقعیتش، چون من مصاحب ETS نیستم و
کلا هم فرایند تصحیح رایتینگ ATS مثل اسپیکینگش خیلی مرموزه. یعنی کلا عجیبه، کلا این شکلیه که حتی ما نمیدونیم دقیقاً تسک 1 رایتینگ و تسک 2 رایتینگ هر کدوم چند نمره بار دارن. حتی ما اینم نمیدونیم که مثلا 15 نمره این 15 نمره اونه، هر کدوم 30 نمره دارن، میانگین گرفته میشه، آیا میانگین وزن داره، نمیدونیم. حدسایی هست اما اینا همش حدسه، یعنی اویدنسی اینجا وجود نداره. بنابراین نمیتونم صحبت شما تو اون زمینه رو رد یا تایید کنم. به نظرم شما هم خیلی روی این قضیه اساس نشید. اما برای اینکه مشکلتون بخواد رفع بشه، به نظر بنده یک راهی که شما میتونید بکنید، در واقع انجام بدید، اولین قدمی که باید انجام بدید اینه که این گرامرها رو یه بار دیگه برید در موردشون مطالعه کنید و سعی کنید این دفعه به جای اینکه صرفاً یک مطالعه روی یک پستی داشته باشید، از یه منبع معتبری بیاید این کار رو بکنید. مثلا کتاب گرامر این یوز یا کتاب بتی آزار چند ده صفحه برای هر کدوم از این گرامرها تمرین داره. این سیستم تمرینی این کتاب ها دلیل داره. یعنی بحثش این نیست که شما رو خسته کنه، بحثش اینه که انقدر بنویسید، انقدر اشتباه بکنید تا اکتیو بشه. شما اکتیو نیست توی ذهنتون اینها، خب حالا به هر دلیلی. این یکی از راههایی که شما میتونید انجام بدید. راه دومی که هست اینه که شما باید توی هر تسکی که مینویسید عذرخواهی میکنم، حتما یه تایم اضافه بیارید. هر جوری شده شما باید شده 1 دقیقه اضافه بیارید. احتمال زیاد افرادی که حتی سطح مبتدی هم دارن که در واقع عمده افرادی که توی این جلسه هستن هم اینطوری نیستن، ولی حتی اگر افرادی سطح مبتدی هم داشته باشن، وقتی برمیگردن و رایتینگشون رو دوباره بررسی میکنن یه سری ارور پیدا میکنن. معمولا ساده ترین ارورایی که میشه پیدا کرد یکی همین subject verb agreement هاست. شما subject رو میبینی، verb رو میبینی، خب این مثلا مودال ورب نداره، پس اینجا باید اسم سوم شخص بیاد یا نیاد یا هر چیزی. آیا این فعلی که به کار بردم حالت سومش در واقع درست هست یا نه. یا تایپو ها رو میتونید بررسی کنید. اینجا سوتی نداده باشم، دن رو دت نذاشته باشم، یا آرتیکل ها رو نگاه کنم و تقریبا میشه گفتش که حدود 80% 90% چالش به نظر من با این دوتا تکنیک برطرف میشه. باز اگر سوالتون اسپسیفیک تر بود میتونید توی هر تست در موردش بپرسید، ولی امیدوارم سوالتون رو جواب داده باشم. فالو آپی روش دارید؟ مرسی از توضیحتون. من مشکلم این نیست که مثلا اینا رو بلد نیستم. اگه بخوام مثلا یا بدون تایم بنویسم همشو رعایت میکنم. توی تایمه اون مشکل واسم پیش میاد که چون یه ذره دارم با سرعت مینویسم به خاطر اون، وگرنه صرف این که من نمیتونم اسو بلد نیستم بذارم یا مثلا بعدم متوجه میشم، نه اینطوری نیست. اون حالت این که توی زمان متوجه شدم. واسه همینم من دوتا دلیل آوردم، چون اول دقیق مطمئن نبودم کدوم از این حالت هاست. این میشه اون حالت دوم. ببینید شما به این فکر کنید که اگر قرار بود کنکور توی 3 روز تایم برگزار بشه احتمالا خیلی درصد بالایی میزدن. اما چالش کنکور نه فقط سوالاتش بلکه بازه زمانی چند ساعتشه. بنابراین همین استدلال، همین ساختار توی آزمون هم هست. این که شما میتونید توی چند ساعت یک متن عالی بنویسید، خب خوبه، این نشون میده شما پتانسیل دارید، اما شما باید تو 20 دقیقه یا 10 دقیقه بنویسید. راه اصلیش اینه که شما تعداد نوشتارهاتون رو زیاد کنید. من داشتم دانشجوهایی، در واقع دوستانی که از من مشورت گرفتن، کمک گرفتن و سعی کردم کمکشون بکنم که نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشید تسک 2 رو بنویسن و وقتی که می نوشتن متنشون در حد 29 بود، یعنی از نظر رایتینگ فوق العاده بودن، اما خب تو 10 دقیقه نبود، تو 40 دقیقه بود. با یه تعدادی رایتینگ نوشتن، با تقریبا 50 تا رایتینگ نوشتن، رایتینگشون از 21 که دفعه قبل گرفته بودن خب رسید به 28 و این به نظر من راهکار شما اینه. یکم سخته، زمان بره، اینو قبول دارم، اما کلید شما توی اینه. اگر شما میدونید چجوری استفاده کنید، میدونید کجا استفاده کنید، اما توی زمان نمیتونید، باید زیاد تمرین کنید. باید انقدر تمرین کنید که دیگه عادت کنه چشمتون. راه خاص دیگه‌ای به نظر من وجود نداره. ممنون از پاسخ. سلامت باشید.
اه، نرو 111 بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلام، روزتون بخیر، سلامت باشید. من این مشکلی که با 2 تا تسک رایتینگ دارم این گزینه کوهرنس نوشته هامه. مهم نیست از چه تمپلیتی استفاده میکنم، در هر صورت تو اون قسمت نمرم کم میشه. میخواستم بدونم که چجوری میتونم بالاتر ببرمش. ببخشید گفتی تسک 1 رایتینگ؟ جفت تسکا کوهرنس نداره رایتینگام، میگه که یا پاراگرافا به هم دیگه مرتبط نی، یا مثلا ایده اولیه و ثانویه به هم دیگه نمیخوره. حتی از هر تمپلیتی که استفاده میکنم بیشترین نمره‌ای که کم میارم توی قسمت کوهرنسه. متوجه شدم. و الان چالش شما اینه که چجوری کوهرنستون رو در واقع بله. متنتون جوری ارور داده میشه که انگار پاراگراف ها به هم نمیخوره. از نظر محتوایی درست متوجه شدم؟ وقتی که میدم تستلر صحیح کنه قسمت لنگویج یوز و نمره خیلی بالا میگیرم، تست اسکور رو بالا میگیرم، اون کوهرنس رو نمره نمیگیرم. تنها جایی که نمیدونم چجوری هم باید قویش کنم توی جفت تسکا. ببخشید یه تیکه صداتون قطع شد، جمله آخرتون رو متاسفانه متوجه نشدم. توی جفت تسک ها این نمره رو دارم، این مشکل رو دارم. هم تسک 1 هم تسک 2 کوهرنس هم مشکل دارم. می‌خواستم راه خاصی پیشنهاد میکنین برای پیشرفتش یا اینکه باید ببینید آخه در مورد کوهرنس باید دید که ارور شما آیا محتوایی هست یا نه، که خب تو تسک 1 اینطوری نیست. یعنی منطقی نیست ارور شما محتوایی باشه توی تسک 1 دیگه، خب چون 2 تا منبع مشخصه. حالا من سعی می‌کنم بیشتر اینو در مورد تسک 2 بگم و حالا کلا رایتینگ این جنرال در واقع دیگه. یک در واقع نکته‌ای که خیلی شما باید اهمیت داشته باشه براتون، بذارید من اینو بعداً توی تسک 2 بگم، اینجوری به نظرم بهتره. فکر می‌کنم که این یه ذره سیستمون رو به هم می‌ریزه. امکانش هست اینو توی تسک 2 دوباره مطرح کنید؟ بله حتما. عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم. خانم شایسته بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلامت باشید. من آزمونم نزدیکه. بعد توی ماکایی که دادم کلا اون ریپورتی که گرفتم 3 تا مشکل رو به من میگن. یکی این که توی تسک 1 من خب 4 تا پاراگراف مینویسم. وقتی که پاراگراف 1 رو مینویسم یه اینتر میزنم میام پایین، بعد همینجوری تا پاراگراف آخر. و اون اگزمینر به من گفته بود که مثلا یه دونه اینتر نزن، 2 تا اینتر بزن که این کاملا مشخص باشه. و توی تسک 2 هم کلا اینکه خب من از تمپلیت استفاده میکنم، یعنی سعی میکنم که برین استورمینگ کنم، یعنی جملات خودم هم بگم، ولی از تمپلیت استفاده میکنم. و خب اونجایی که میگه یه تمپلیتی هست میگه که while مثلا اون دانش آموز raise some relevant points حالا بلا بلا بلا، اینو مثلا به من گفته بودن که اگه هوش مصنوعی ETS ببینه اینو اشتباه میگیره، میگه تعداد زیادی آدم اینو استفاده کردن پس اینو اشتباه میگیره. و توی مثال های تسک 2 هم مثلا GPT میگه که اگه مثال شخصی بگین نمره بالا میارین، ولی من جای دیگه اینو ندیدم. میخوام اینو درسته یا نه؟ خب ببینید پوینت اولتون که حالا 2 تا اینتر بزنید که خب 2 تا اینتر بزنید بعد. اما پوینت دومتون یکم سوالاتش تعدادش زیاد شد. مثال شخصی آوردن براتون بود. تمپلیت بود که مثلا raise some relevant points. خب اون اگزمینر به من گفته بود که وقتی که یک تمپلیتی مثلا یک همچین جمله انقدر کامن، انقدر مشترک بین آدم‌های مختلف داره تکرار میشه، پس اون هوش مصنوعی ETS تشخیص میده، میگه که خب اینو چندین نفر استفاده کردن پس این اصلا جمله از خودش نیست، اینو نمره کم میکنه. آها متوجه شدم. پس سوالتون رو دقیقاً متوجه شدم. ببینید اینکه کلا اینکه شما متنتون چه تو تسک 1 چه تو تسک 2 در کنار اینکه شما دارید از یک تمپلیتی استفاده میکنید باید آتنتیک به نظر برسه، باید اوریجینال به نظر برسه، شکی نیست. بنابراین اینکه شما صرفاً بخواید یه تمپلیتی استفاده کنید بیاید توش 2 خط رو پر کنید، اینو مثال میزنم، شما نوعی هم میگم، خب این قطعاً غلطه و کسی که مصححه احتمالاً تا حالا 1000 تا 2000 تا چند هزار تا
تصحیح انجام داده. به محض اینکه یه جمله این شکلی ببینه احتمالاً متوجه میشه که خب این تمپلیت. اما حالا من اینقدر نمیام حساسیت نشون بدم که صرف این که شما یک جمله ای رو به کار بردید پس ETS مصححش میاد میگه خب پس این یه تمپلیته، چون یک جمله لجیتیمیته، یه جمله عادیه. شما میتونید بگید که while Paul raises some relevant points he fails to consider that پوینت خودت. حالا برای اینکه یه مقداری آتنتیک ترش کنید میتونید ریز رو عوض کنید، میتونید پوینت رو عوض کنید، میتونید فیل یا کانسیدر رو عوض کنید. یعنی میتونید اون چیزی که به عنوان تمپلیت برمی‌دارید یه کوچولو لغاتش رو اصطلاحاً بچرخونید به نفع خودتون در بیارید که دیگه تمپلیت هم نشه. اینجوری مشکل شما هم حل میشه. درسته، خیلی ممنونم. بعد اون مثال شخصی چی توی تسک 2؟ ببینید مثال شخصی خیلی نیازه، مثال شخصی واقعا مهمه. نه اینکه حتما بیارید، ولی شما نیازمند این هستید که کانتریبیوشن داشته باشید توی تسک 2. حالا در مورد این صحبت خواهیم کرد، چون درست. الان دیگه میریم توی پورشن تسک 1. اگر کسی در مورد تسک 1 سوال داره یا حالا همچنان در مورد در واقع بخش رایتینگ این جنرال، فکر میکنم اکثر دوستان بیشتر سوالاتشون جنرال نیست، میره توی یکی از تسک‌ها. حالا اگر تسک 1 کسی سوال داره من در خدمتم. من یکی دو تا سوال هم پرسیده شده توی چت در مورد اینکه خودم چجوری تمرین کردم. یه مقداری طولانیه واقعیتش، یکم هم سیستم فرق میکنه، به خاطر اینکه من سالها کلاس زبان رفتم و حدود 6-7 سال و در نتیجه یکم این سخته در واقع توضیح دادن این تمرین و این سیستمیه که سالها زمان برده و خب نمیشه توی 2-3 ماه پیاده کرد. در مورد اینکه زمان پاسخ سوال، این سوال خیلی خوبیه. زمان پاسخ سوال به نظر من توی تسک 1 حدود 2-3 دقیقه شما باید اختصاص بدید ماکسیموم به این که پوینتاتون رو نگاه کنید، نوتاتون رو نگاه کنید و جمع‌بندی کنید که چی میخواید بگید. حالا میتونه 1 دقیقه باشه، میتونه 30 ثانیه باشه، میتونه 0 باشه، میتونه 3 دقیقه باشه. ماکسیموم این 2 دقیقه اضافه بذارید آخرش، حداقل 2 دقیقه اضافه بذارید که متنتون رو ریویو کنید. تجربه بنده توی تصحیح نشون داده که افرادی که میرسن تصحیحشون متنشون رو ریویو کنن، فارغ از اینکه چه نمره‌ای هستن چه سطحی هستن، بعد از اون که ریویو رو انجام میدن 1-2 نمره رایتینگشون حداقل میاد بالا. این به خاطر اینه که خب کلی شما ممکنه سوتی و تایپو و ارورهای مختلف توی متنتون داشته باشید که اینا رو ممکنه نبینید و وقتی که دوباره برمیگردید یکم آرومترید که متنتون تموم شده، ارورا به چشمتون میاد. بنابراین این بقیهش هم اختصاص پیدا میکنه طبیعتاً به کل نوشتارتون. این چیزیه که من توصیه میکنم. در مورد تسک 2 یکم چالشی تره. شما حدوداً به نظر من باید توی 1-2 دقیقه جمع کنید این که چی میخواید بگید رو. خب باید تقریبا در نظر بگیرید و مشخص بکنید که دقیقاً چی میخواید بگید و 1 دقیقه هم حدود 30 ثانیه 1 دقیقه هم باید آخرش بذارید سری متنتون رو یه ارزیابی بکنید. دیگه ریویوش اونقدر زمانی نمیبره چون متنتون احتمالاً 130-140 صفحه است و 130 کلمه است، اما بیش از 1-2 دقیقه نباید برای اینکه شما بخواید در واقع ریزن بهش فکر کنید زمان ببره. بنابراین شما باید خیلی روی برین استورمینگتون هم کار کرده باشید. من حالا برم سراغ دست هایی که بالاه. آقای امیر بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین بابت این جلسه. من تو تسک 1 چند تا سوال دارم، همش رو مطرح میکنم دیگه، میکروفونم رو قطع میکنم. منتظر صداتون قطع شد. ما 3 دقیقه وقت داریم و چقدر باید نوت برداریم؟ یه دونه این سوال رو داشتم. ببخشید صداتون واسه سوال اول قطع شد، نصفش رو نشنید. گفتم که 3 دقیقه به ما وقت میدن که متن رو بخونیم. تو این 3 دقیقه ما چقدر باید نوت برداریم؟ و یه دونه این مطلبه. مطلب دوم، ساختاری که میخوایم کار بکنیم یه اینتروداکشن، یه پاراگراف 1، پاراگراف 2 و پاراگراف. الان گفتین قطع شد. و یه سوال دیگه هم که دارم، با صدام قطع شد؟ الان صداتون واسطه.
آره گفتم برای قسمت اینترو پاراگراف 1 پاراگراف 2 و پاراگراف 3 شما خودتون که نمره سی بخواین بگیرین، حالا الانم میگین برای یه ماه دیگه آزمون دارین، چقدر به هر کدوم وقت اختصاص میدین. و قسمت آخر راجع به مثلا یه حیوانی حرف میزنه، داره راجع به یه میکروبی حرف میزنه که املای استرس دارم، هی باید بگردم توی اون متن پیدا بکنم که این املاش چجوری بود، بعد اون ور شروع کنم تایپ کردن. این لغاتی که تو خود داره، چالشش رو شما چجوری سر جلسه باش کنار میای؟ پس یکی از سوالاتشون که شد املای لغات خاص، یکی از سوالاتشون شد اینکه تعداد پاراگراف ها رو هر کدوم چند دقیقه زمان گذاشته بشه، و سوال اولتونم چی بود؟ نوت برداری بله. از متن رو شما چقدر انجام میدین؟ بله بله. یعنی تو ذهنتون نگه میدارین یا شروع میکنین جات داون کردن؟ بله. در مورد سوال اولتون، شما 180 ثانیه فرصت دارید. من تکنیکی که در واقع میذارم این شکلیه، این توصیه بنده است. خب شما یک صفحه جلوتون هست، یک در واقع برگه جلوتون میذارید، برگه رو نصف میکنید، یعنی یه خط وسطش میکشید، یک قسمت ریدینگ، یک قسمت لیسنینگ. این کار رو انجام RL. بعد میایید میگید یه تی میذارید 1 2 3، یعنی تاپیک 1 2 3 3 تا پوینت، و R 1 2 3 جلوش برای لکچر، ریسپانس 1 2 3. اینا تو همون موقعی که داره سکشن دیرکشن گفته میشه قابل انجامه، خیلی هم 10 ثانیه زمان. بعد از اون توی اون 180 ثانیه شما بیاید خط اول و آخر پاراگراف اول به علاوه خط اول پاراگراف های 2 3 4 رو مطالعه کنید و بیاید و دلیل ها رو، اون پوینت اصلی رو بنویسید، جات داون کنید. اوکی، حالا ممکنه تو خط اول نباشه، تو خط دوم باشه، حالا خیلی روی این خط اساس نشه. منظور این است که نیاز نیست کل پاراگراف خونده بشه. معمولا استراکچر این شکلیه که طرف همون اول، حتی خیلی وقتا هست که رایتینگ همونجا تایتل برات میذاره برای هر پاراگراف، بنابراین اونو جات داون کنید که کلیت بفهمید اولا تاپیک چیه، بعد اینکه سه تا داستان، سه تا تئوری، سه تا دلیل، هر چیزی که هست اون چی. دو اینکه این کار رو که انجام بدید، این حدود 100 ثانیه به نظر من زمان میبره، 90 تا 100 ثانیه. بقیهش بیاید متن رو بخونید، بیاید متن رو سریع اسکن کنید، بررسی کنید، لغات رو نگاه کنید، خیلی سریع بررسی کنید، ببینید لغت خاصی هست، لغت اسپسیفیکی، چون معمولا اگر این لغت ها رو ندیده باشید توی لکچر بهش ارجاع میشه و شما گیج میشید، اصلا نمیفهمید چی داره میگه. این در مورد نوت برداری. بنابراین جات داونتون خیلی باید توی ریدینگ بسیار بسیار کوتاه باشه، چون شما بعداً دوباره میتونید برگردید روی ریدینگ. در مورد سوال دومتون، به نظر من روی 3 تا پاراگراف آخر بادی ها هیچ گونه توصیه‌ای ندارم که چند دقیقه به کدوم اختصاص بدید، بسته به رایتینگ فرق میکنه. بعضی وقت ممکنه یه رایتینگی پاراگراف سومش طولانی تر باشه یا دومش طولانی تر باشه، هر کدوم طولانی تر زمان بیشتری میبره. اما اینترو شما باید از بقیه زمان کمتری ببره، چون اینترو رو میشه یه مقدار تمپلیت محور کرد، فقط یه ساختاری باشه که فقط 2 تا تاپیک و ریسپانس رو توش بنویسید. بنابراین اینترو یکم کمتر، بقیه یکم بیشتر و تقریبا به یه اندازه. در مورد سوال آخرتون هم یه راه اینه که شما با این استرس کنار بیاید و بیاید این لغت رو بنویسید. یه راه دیگه اینه که هر دفعه این لغت رو ننویسید، بیاید بهش به شکل‌های مختلف اشاره بکنید. مثلا توی یه رایتینگی بود چند روز پیش توی کانال، توی گروه مطرح شده بود، یک دوستی اومد گفتش که اینجا یه لغتی توی لکچر تازه اشاره شده به اسم پایروکسین که توی ریدینگ هم نبود. بنابراین اینم حالا یه چالش عجیبی بود. معمولا این چیزا پیش نمیاد، ولی خب دیگه پیش میاد یه جاهایی. گفتش که من این رو نمیدونم اسپلش رو چجوری بنویسم. خب خیلی هم منطقیه که شما ندونید اسپلش چیه. خب ننویسید اسپلش رو، اصلا اشاره نکنید به اسم اون موجود، اون حیوان، اون گیاه. بیاید بگید that plant, the aforementioned یا the above mentioned یا the mentioned یا the discussed plant, material, animal، یا دائم از د انیمال استفاده کنید. یک جا اسم اون حیوان رو بگید، بقیه جاها به اون به عنوان یک د انیمال اشاره کنید، یه رفرنس بهش بدید. این به نظرم در واقع
مشکل شما رو حل میکنه. خانم شامیلا بفرمایید. سلام. ببخشید من یه سوال داشتم راجع به قسمت اینترو نوشتن که آیا نیاز اون سه تا استراتژی که توی ریدینگ بیان شده رو بنویسیم یا من چون وقت کم میارم وقتی می نویسم مثلا میگم خیر این سه تا استراتژی گفته ساچ از فلان نیاز نیست؟ نه استراتژی های ریدینگ نه استراتژی های لیسنینگ نیازی نیست. به هر حال شما قرار تو پاراگراف های بعدی نیاز نیست تو اینترو باشه. آره قرار دقیقا همینا رو توضیح بدید دیگه اینتروداکشنش چیه، ما قرار همینا رو تو هر پاراگراف مفصل بدید. فرصت داشتید بنویسید بد نیست، ولی نمره‌ای نداره. من هم این کار رو نکردم توی آزمون خودم و سی گرفتم. آها. بعد یه چیزی وقتی از هوش مصنوعی استفاده میکنم حالا توی مثلا تست هلپر یه نمره میگیرم بعد میرم توی هوش مصنوعی دیگه مثلا خود چت جی پی تی میزنم اون یه نمره دیگه میده و این خیلی آدمو چیز میکنه گیج میکنه آدم نمیدونه به کدوم اعتماد کنه چیکار باید بکنی؟ ببینید دوست عزیز، تفاوت این دوتا اینه که من نمیتونم روی قضاوت کنم روی انواع هوش مصنوعی، تخصصش ندارم. اما تفاوتی که اینجا وجود داره که مدل تست هلپر رو قطعاً برتر میکنه اینه که مدلی که ما داریم بر اساس دیتاهای متخصصینی که توی سایت هستن، توی تیم هستن، از جمله خود من، دائم داره ارزیابی میشه. یعنی من چند وقت یه بار خودم میام دوباره چند تا رایتینگ مینویسم، از هوش مصنوعی فیدبک میگیرم و به هوش مصنوعی و به تیم هوش مصنوعی تسلپر فیدبک میدم، میگم که آقا این چیزها رو اشتباه داره میکنه. بنابراین مدت طولانیه که این مدل داره ترین میشه و کامنت هایی که میذاره با کلی فیدبک و ارزیابی داره ارائه میشه و خب اون مواردی که شما دارید میگید خب اون بک‌گراند رو ندارن. بنابراین من اگر جای شما باشم به مورد تست هلپر بیشتر اعتماد میکنم. اما کلا تو بحث نمره کلا به نظرم به هوش مصنوعی اونقدر استناد نکنید، نه اینکه بیارزش باشه نمرش، اونقدر استناد نکنید. 2-3 نمره تفاوت هست، ممکنه بیشتر ممکنه کمتر. به هر حال یک دلیلی داره که خود ETS هم هوش مصنوعی میذاره برای تصحیح، هم هوش انسانی میذاره. بنابراین هر دو مهم هستن برای نمره دهی. مرسی خیلی ممنون. متشکرم. خواهش میکنم. خانم نیوشا بفرمایید. ما الان وارد پورشن تسک 2 هم شدیم. اگه سوالات تسک 2 هم دارید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. سوالی که داشتم راجع به تسک 1 این هستش که توی لسنینگ من یه سری از دیتیل ها رو جا میندازم، حالا موقعی دارم نوت برداری میکنم، بعد وقتی که فیدبک میگیرم میگه که خب حالا یه سری دیتیل ها رو جا انداختین از خود تست هلپر. بعد میخوام بدونم که حالا این دیتیل ها واقعا انقدر مهم هستن که بخوایم حالا من بخوام روشون کار بکنم که حالا جا نندازمشون به چه صورته؟ چون مین آیدیا رو من کامل حالا منشن میکنم ولی واسه یه دیتیل بعضی جاها رو فراموش میکنم. تسک 1 لکچر یا ریدینگ؟ لکچر. خب ممنون از سوالتون. ببینید قطعاً دیتیل ها اهمیت دارن توی نمره دهی رایتینگ. اینطوری نه که بگیم هر ماینر دیتیلی که قراره عنوان بشه توی لکچر رو شما باید عنوان کنید. خیر، ببینید ما یک سری مین آیدیا داریم. خب ریزنینگ خود استدلال خود پروفسور، اون که هیچ، اون که باید باشه. کانتریبیوشنی که بعد از اون پروفسور میکنه، یعنی توضیح و اکسپلنیشنی که ارائه میده که چرا مخالف با این پوینت ریدینگ باید باشه. حالا اینجا ممکنه مثلا پروفسور بیاد یک مثالی هم عرضه کنه، این دیتیله، خب این طبیعتا مین آیدیا نیست اما مهمه. اما اینکه شما اسپسیفیک بخواید هر چیزی که دقیقاً توی لکچر عنوان شده رو بیارید و اگر نیارید از شما نمره کسب بشه، خیر اینطوری نیست. بنابراین تمرکز شما روی مین آیدیاست و اینکه تا جای ممکن حرفی که پروفسور زده رو بتونید به خوبی برسونید، یعنی استدلال پروفسور رو شما میخواید ارائه بکنید. یه متنی دارید مینویسید که 2 تا منبع کنار هم گذاشتید، میخواید یک ریپورت از مقایسه این دو بدید. طبیعتاً باید کسی که ریوایز میکنه متن شما رو قانع بشه که شما واقعاً اون پوینت پروفسور رو به خوبی ارائه دادید. کلش همینه. وگرنه اینکه بخواید جزئیات یک در واقع تسک لکچر رو بیان کنید به اون شکل نه.
بله تشکر. بعد خواهش برای تسک 2 سوالی که داشتم اینه که حالا یه سریا میگن یه ریزن بنویسیم، بعضیا میگن که نه 2 تا ریزن خیلی بهتره. شما پیشنهادتون به چه من صورت هست؟ من پیشنهادم اینه که اگر سوالتون تو سایدد باشه، یعنی سوال پروفسور بپرسه که A یا B، yes or no، agree or disagree، اینا میگن تو سایدد. اگر سوالتون این شکلی باشه، یک دلیل بیارید با یک طرف موافقت کنید، یک دلیل بیارید با یک طرف مقابلتون مخالفت کنید. اینجوری هم 2 دلیل آوردید، هم آوردنش ساده تره. یعنی سخت تره که شما بخواید 2 دلیل موافقت بیارید تا اینکه یه دلیل موافقت و یک دلیل مخالفت با طرف مقابل بیارید. این در واقع توصیه من. در مورد سوالاتی که اوپن اندد هستن، یعنی پروفسور میاد میپرسه که فلان چیز بهترین اختراع تاریخ بشری چی بود، این دیگه A و B نداره. خب شما باید یک نظر C ارائه بدید، نظر سوم ارائه بدید. اصلا نیازی هم نیست به کسی اشاره بکنید و توی اون باید 2 تا ریزن بیارید. بعد اگر که نیارید، نرسه به ذهنتون به هر دلیلی، یه دلیل بیارید و نمیرسه به ذهنتون بیشتر، خب طبیعتا نباید بیهوده نویسی بکنید. میتونید اون ریزنه رو تا جایی که میتونید بس بدید، 1 یا 2 مثال بیارید، هم توضیحش بدید، هم بستش بدید، هم مثال بیارید، شده 2 تا مثال بیارید. به هر حال پیش میاد یه تاپیکای آدم یهو میپره از ذهنش، هیچی به جز یه دلیل یادش نمیاد، این کارو بکنید. این ولی در شرایط اضطراری. ولی در غیر این صورت 2 دلیل شدیداً توصیه میشه برای اوپن اندد و برای تو سایدد هم 1 دلیل موافقی خیلی مخالف. بله تشکر. و یه سوال دیگه داشتم، ببخشید سوالام زیاد شد. وقتی که حالا من دلیلمو می‌نویسم، بعد حالا از فور اگزمپل استفاده می‌کنم، یه سری هوش مصنوعی تست هلپر بهم گفت که خیلی سریع میپری روی مثال. مثلا بگو که to provide an example for this reason، یا حالا مثلا اگر بخوای مثال شخصی بیاری according to my experiences. حالا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این موضوع چی هست؟ بله چیزی که هوش مصنوعی داره میگه اینه که شما ترانزیشن فریز استفاده کن. وقتی شما ترانزیشن فریز استفاده نکنیم، کوهیژن و کوهرنس متنتون یه مقدار آسیب میبینه. یعنی کسی که داره متن شما رو میخونه دقیقاً اون فلو رو در نمیابه. کوهیژن مربوط میشه به اون فلو. اون فلو رو نمیگیره از متن شما که دارید شما الان این دلیلتون استنستون رو میگید، بعد دلیلتون رو دارید میگید، حالا میخواید مثال بزنید، حالا دلیل بعد. این با ترانزیشنال فریز الزامی هم نیست یه جمله بیارید. در حد همین مثلا for instance for example کافیه. میتونید هم بگید drawn from my own experience، یا نمیدونم based on an account I can talk about، هر چیزی که میخواید بگید، ولی همون for instance هم کافیه، بیشتر از این نیاز. خانم نگین بفرمایید. خواهش میکنم. خانم نگین بفرمایید. من بگم چون نفر سومم. بله آخه بقیه دوستان تا حالا سوال پرسیدن، من میخوام یه مقداری از نظران تنوع برقرار بشه. من یه سوال داشتم، این که توی تست هلپر همین هوش مصنوعی میگه که 30 تا 35% متن شما اون پاراگرافا باید به ریدینگ اختصاص پیدا بکنه. بعد حدی که من می‌نویسم و همیشه از من ایراد میگیره و وقتی من سمپل‌های سایت رو هم خوندم دیدم که در همین حدی که من می‌نوشتم اونها هم نوشتن. میخواستم بدونم این قضیه چقدر اهمیت داره و چرا ایراد میگیره سایت. بله عرضم به حضورتون که ممنون بابت سوالتون. اول ثانیاً این که بله این 30 تا 35% درسته. این مربوط میشه به نمره ارگانیزیشن متن شما که اهمیت بسیار بالایی داره. شما باید حدود 2 جمله، 1 تا 2 توی هر پاراگراف بادیتون، نه اینترو، توی بادیتون به ریدینگ اشاره کنید و بقیهش رو اختصاص بدید به لکچر و معکوسش توی اینترو. توی اینترو باید مثلا 60 به 40، 65 به 35 به نفع ریدینگ باشه. حالا اینی که شما این ارور رو میگیرید، این ارور رو متاسفانه یکی از باگ های خود هوش مصنوعیه. یعنی به واسطه این که نمیتونه بعضی وقتا دقیقاً ارزیابی کاملی داشته باشه، یه مقداری سخت میگیره. بنابراین این فیدبکش بعضی وقتا احتمالاً درسته، اما نه اینکه اینقدر شما بخواید حساس بشید. پوینت این داستان اینه، بذارید پوینت رو براتون بگم. پوینت این داستان اینه: شما یک ریدینگی دارید که جلوی چشمتونه،
یک لکچری دارید که جلوی چشمتون نیست، بنابراین منطقیه که از لکچر بیشتر بنویسید. خب و هرچی از لکچر بیشتر بنویسید نشون میدید که لیسنینگتون خوب بوده، نوت برداریتون خوب بوده، خوب تونستید فریز کنید متناتون رو. اما نمیتونید از ریدینگ هم ننویسید یا کم بنویسید. خب نمیتونید فقط از چند کلمه بنویسید، یه جمله بنویسید، چون شما میخواید دو تا منبع رو مقایسه کنید. پس ببینید پوینت اینه، یعنی شما باید لکچرتون بیشتر از ریدینگتون باشه، منطقیه، اما اینجوری نیست که در حدی از سر ریدینگتون بخواید بزنید که پوینت ریدینگ رو نرسونید، چون اگر پوینت ریدینگ رو نرسونید دارید با چی مقایسه میکنید لکچر رو. بقیه اون داستانا دیگه جزئیاته، یعنی اگر اسم میکنید که این مقداری داره سختگیرانه نظر میده هوش مصنوعی، خب این دیگه طبیعیه، دیگه هوش مصنوعی دیگه. من قبلا گفتم به هر حال تصحیح اصلی رو یک هوش مصنوعی نمیتونه، هوش انسانی میتونه. بله درست. یه سوال دیگه هم داشتم، این که من خیلی وقت کم میارم توی تسک یک، یعنی تو 20 دقیقه نمیتونم بنویسم و این فکر کنم بیشتر به خاطر اینه که روی پارافریز کردن خیلی فکر میکنم، اینکه چجوری جمله رو بنویسم شبیه ریدینگ نشه یا چه کلماتی استفاده کنم که یعنی سینونیم باشه برای ریدینگ. این چقدر به نظر شما تو نمره تاثیر داره و اینو و چیکار کنم که انقدر وقت بزن نبره؟ بله سوال خیلی خوبیه. ببینید در مورد لکچر که کلا پرافریزینگ نیاز نیست، چون شما یه متنیه که دارید گوش میدید و یه بارم پلی میشه و دیگه هرچی هست دارید از حافظه مینویسید، بنابراین اصلا امکانی نیست که شما بخواید متن رو اسپسیفیک حفظ کنید که بنویسید، بنابراین پرافریزینگ اصلا توی لکچر نیاز نیست. در مورد ریدینگ، این که شما عیناً بخواید یه جمله رو بنویسید از ریدینگ و فقط فعلش رو تغییر بدید، خب این میشه یه چیزی که کپی پیست ریدینگ انگار. اما اینکه شما بیاید سعی کنید از همون حد دو جمله‌ای که قرار از ریدینگ بنویسید متن ریدینگ رو به شکلی ارائه بدید که متفاوت باشه، ساختار بیاید تغییر بدید، بیاید کامپاوند سنتنس استفاده کنید. مثلا بیاید بگید که furthermore the author of the passage claims that in arguing، یعنی کاما arguing that in، این میشه یک جمله شکیل حدود 1.5 خط هم احتمالاً میشه، این رو هیچ جوره ریدینگ نیاورده. خب این میشه شاید چند جمله ریدینگ، شما اینو خلاصه میکنید توی دو جمله، بنابراین دیگه نیازی نیست انقدر ریز بشید روی اینکه اینجا سینونیم باشه اینجا اشکالی نداره، یه لغتی مساوی باشه اشکالی نداره، یا اینکه یک لغتی رو از توی ریدینگ بردارید اوکیه، یه فعلی از توی ریدینگ بردارید اوکیه، حتی جایی که شک دارید لغتی که میخواید استفاده کنید سینونیم درستی هست یا نه، مال ریدینگ رو استفاده کنید. به هر حال صحت خیلی مهمتره از تنوع و خیلی حساس نشید. این جمله که شما گفتید خب این تمپلیت محسوب میشه دیگه، درسته؟ نه، چرا تمپلیت باید محسوب بشه؟ این تمپلیت نیست. The author states that or arguing that. این یک گرامر به اسم گرامر ریداکشن. حالا اینکه این جمله توی هوش مصنوعی زیاد دیده شده به این معنی نیست که اختراع هوش مصنوعی، که یه جمله‌ای که توی ریدینگ ها هم هست، توی لیسنینگ ها هم هست، توی رایتینگ هم میتونید استفاده بکنید، هیچ مشکلی نداره. اتفاقا یه ادوانس گرامره. ممنون، مرسی. خواهش میکنم. دوستانی که قبلا سوال پرسیدن، من با احترام فراوان مجبورم که دوستانی که سوالاتی نپرسیدن رو اول چیز کنم، در نتیجه من واقعا عذرخواهی میکنم. آقای مهدی بفرمایید. سعی کنید بچه‌ها سوالاتتون رو یکم سریعتر و کوتاه‌تر بپرسید، چون حدوداً یک رو بیشتر فرصت نداریم و بتونیم این مجموعه‌ای که دوستان هستن رو پاسخ بدیم به سوالاتشون. یه نکته دیگه هم بگم، اگر سوالتون پاسخ داده نشد، کامل نشد، بدیهیه کاملا، نرسیدیم اینجا پاسخ بدیم، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم. هم میتونید توی گروه سوالتون رو بپرسید، من سریعا جواب میدم، همین که این جلسه رو مجددا برگزار میکنیم میتونید ثبت نام بکنید. بفرمایید آقای مهدی. ببخشید. سلام، عرض شد، وقتتون بخیر. عرضم به خدمتتون که برای تسک 2 میخواستم پرسم این که برای هر دو تا دلیلمون مثال شخصی بیاریم ریسکی هستش یا نه؟ چون من استادی که داشتم فیدبک میدادم میگفتن یک دونشو توضیحات ارائه بده، یک دونشو مثال شخصی. دو تا مثال شخصی، مثلا یکیش بگی پسر خالم کازین این کارو کرد، من خودم مثلا این کارو کردم، ممکنه جالب نباشه. من با استادی که شما ازش اسپردید موافقم. به نظر من تنوع اینجا خیلی مهمه و بهتره که یکیش رو بیشتر توضیحی باشه،
یکیش متمرکز بر مثال باشه، این واسطه که نه که اشکالی داشته باشه، به این واسطه که شما این شکلی احتمالا نمره بیشتری کسب میکنید، چون دارید نشون میدید که فرایند مغزی و ذهنی شما به شکلی رقم میخوره که هم میتونید دلیل بیارید، هم میتونید استدلال کنید، هم میتونید کانتریبیوشن اکسپلنتوری اصطلاحاً توضیحی داشته باشید، هم میتونید مثال بزنید. از این نظر اهمیت داره، نه اینکه بگیم چون دو تا مثاله. به علاوه اینکه وقتی شما دو تا مثال میزنید احتمال اینکه مشابهت بینشون زیاد باشه، به خصوص از نظر ساختار زیاده. بنابراین توصیه نمی‌کنم دو تا مثال باشه. یه مثال، یه توضیح بهتره. درست. ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. توی هر دو تا تسک زمان خیلی زیادی باید اختصاص بدم، مثلا نزدیک 3 برابر. اگر تسک 20 دقیقه است 60 دقیقه، اون یکی هم 10 دقیقه 30 دقیقه. گرامر هم اشکالات خیلی ریز زیاد دارم، ولی دیولپمنت هم مثلا گفتن خوبه، و همین اشکالات گرامری زیاده. به نظرتون باید بشینم این کتابای گرامری رو کلا یک دور دیگه بخونم یا موازی پیش ببرم؟ به نظر من موازی پیش ببرید. یعنی شما یک ماسل مموری داره رایتینگ، شما باید اون حافظه عضلانیتون حفظ بشه، نمیتونید فاصله بگیرید چند ماه برید فقط رایتینگ بخونید، اینجوری جواب نمیده. باید حتما رایتینگ هم بزنید، اما حتما بله کتاب‌های گرامر رو مطالعه بکنید. اشکالی نداره حتی اگر بیسیک ترین گرامرها رو هم اشتباه می‌نویسید، هیچ گونه مشکلی نداره، برید مطالعه کنید دوباره. به هر حال آدم یه جایی به بعد بهتر میشه. بله. خیلی ممنون از لطفتون. خواهش میکنم. خانم فریمه بفرمایید. دستشون اومد پایین. نیستید خانم فریمه؟ بفرمایید خانم فریمه. خانم معزی. خانم معزی نیستی؟ فکر کنم نیستن. خانم نصری پور، سرات نصری پور بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. ببخشید من حدود 1.5 ماه پیش آزمون رو دادم و نمره رایتینگم شده 25 و الان دوباره میخوام آزمون رو بدم حدود 40 روز دیگه. ولی این نمره رو همین حدود 25 مونده. میخواستم ببینم که چجوری میتونم مثلا حداقل 2-3 نمره من اینو بوستش بدم، افزایش پیدا کنه بیاد رو 28 تا اینا. ببینید سوال شما سوال خیلی خوبیه، چون که سوال در حد افرادیه که توی این در واقع بحث در واقع ادوانسدن. من حالا اون بحث کوهرنس هم برمیگردم با اون خود. بگذاریم. سوال شما سوال خوبیه. منتهاش مشکلی که هست اینه که من نیازمند اینم که متنی از شما دریافت بکنم. یعنی کاری که شما باید بکنید اینه بعد از جلسه توی گروه یکی از سمپل هاتون رو بنویسید تا من بیام به شما کامنت بدم که دقیقاً چیه که شما رو تو 25 نگه داشته. ببین فاکتور خیلی زیاده و توی این 10 دقیقه وقت باقی مونده واقعا نمیشه در موردش به این راحتی صحبت کرد. بنابراین این خواهش ازتون دارم اگر که امکانش هست اینو برام بفرستید، من براتون یه وایس طولانی میدم کامل براتون بحث باز کنم. اوکیه؟ باشه. بله مرسی، ممنون. خانم نرو 111 اگر میشه ببخشید من سوالمو بپرسم. من بله بفرمایید. بله من صداتونم کردم، بفرمایید. خب مرسی. من قسمت اولش رو نبودم. من یه سوال راجع به خودتون داشتم که شما کلا چجوری تمرین می‌کردین؟ بعد اینکه توی تایم می‌زدین یا اینکه نه تو تایم نمی‌زدین اولش؟ اینو می‌خوام کلا بدونم. حالا شایدم گفتین ولی من چون نبودم خیلی می‌خوام بدونم. بله من یه توضیح کلی میدم دوباره. ببینید من به واسطه اینکه سالها درگیر زبان آکادمیک بودم، یعنی کلاس زبان پشت سر هم رفتم و تقریبا حدود 15 سالم هست که هر روز به شکلی در معرض زبان هستم، چه از نظر حالا صحبت با توریستا، چه از نظر اینکه پرزنتیشن هایی داشته باشم، چه تو بحث‌های مقاله، چه تو بحث‌های مثل فیلم و سریال، این چیزا. در نتیجه یکم سیستم فرق میکنه. من وقتی که برای تافل شروع کردم به خوندن، اولین رایتینگی که نوشتم خب بالا شد، یعنی مصحح به من رایتینگ نمره بالایی داد. بنابراین من از همون اول این سیستم میرفتم، با همون تایم میرفتم. ولی خب این سیستم رو خب
خیلی اینجوری نکردم. بنابراین خیلی تجربه من متاسفانه نمیتونه به کسی کمک خاصی بکنه و آره اینه دیگه. آها درسته. بعد اینکه کلا شما با هوش مصنوعی تصحیح می‌کردین یا اینکه نه اصلا چیز بود همون تو همون امتحان جوابتون رو گرفتین؟ نه من با هوش مصنوعی تصحیح نکردم، نه به این خاطر که بد بود، به این خاطر که اون موقع ورژن‌های خفن‌ترش نیومده بود و هوش مصنوعی واقعا کامنتاش خیلی کامنت خاصی نبود. من داشتم معلمی که برام تصحیح میکرد، تقریبا ماهی 2-3 تا میفرستادم براش، تصحیح میکرد و دوباره کار میکردم روش و تصحیح میکرد. ولی خب اولین نمره‌ای هم که به من دادن 27-8 بود، در نتیجه خیلی زمان بر نبود. آها درسته. بعد من راجع به تسک 1 یه سوال داشتم. راجع به تسک 1 شما متن رو اصلا نوت برداری میکردین یا اینکه نه فقط یه روخونی میکردین بعد که وایس میومد شروع میکردین با رایتینگ، شروع میکردین همزمان مینوشتین؟ چون اون همون نوشتن نوت برداشتن وقت میگیره، بعد هماهنگ کردن با وایس پروفسور و اینا. اینم خواستم بهم بگین. ببینید اینو من توضیح دادم، اگر امکانش هست با توجه به کم بوده وقت توی ویدیو بعداً برید نگاه کنید و من بچه‌ها سوالای دیگه‌شون رو بپرسن. من عذرخواهی میکنم، ممنونم. نه اوکی. پس من راجع به تسک 2 یه سوال دارم. پس رو تسک 2 گفتین شما 2 تا دلیل بیارین اگه اون سوالی باشه که 2 تا دلیل بخواد، یه دلیل موافق یه دلیل مخالف. خب بعد دلیل مخالف نمیشه شبیه اون نظری که داره اون پایین میگه خب تو با سارا موافقی یا تو با مثلا تو با علی موافقی دیگه. بعد مثلا من بخوام یه نظر مخالف بیارم میگه خب تو بالاخره طرفدار علی یا سارا، تکلیفت مشخص نیست. نه نظر مخالف با کسی که باهاش مخالفید. آها یعنی آها فهمیدم. اوکی متوجه شدم. مرسی، ممنون. مرسی. خواهش میکنم. خانم نرو، من اسمتونم نمیدونم ببخشید، اگه میشه صحبتتون رو بکنید تا تموم نشه چون من بهتون قول داده بودم. بله ببخشید صدای من میاد؟ بله بفرمایید. فقط یکم سریع. آره من توی هر دو تسک 1 و 2 کوهرنس رو نمره کم میگیرم، یعنی حتی لنگویج یوز یا مثلا تست اسکور هیچ مشکلی ندارم، همیشه فقط از کوهرنس با اینکه از تمپلیت های مختلفم استفاده کردم. میگه که ایده هات به هم دیگه نمیخوره یا پاراگرافات با هم دیگه یکی نیست، یا حتی من توی تسک 1 از این بابت این ارور رو میگیرم، اینه که میگه لیسنینگت با ریدینگت با هم دیگه نمیخونه، یعنی که تلفیق نشده ایده ها با هم دیگه. نمیدونم چجوری اینو بهترش کنم. آره من متوجه منظورتون شدم. ببینید به نظرم برای اینکه سوال شما دقیقاً پاسخ داده بشه، اگر امکانش هست توی گروه یه دونه تمپلیت سامپل ازتون بفرستید که من دقیقاً ببینم که اون چیزی که بهش میگیم کوهرنس تو چه فضایی کوهرنسش اشکال داره. من میخوام به این برسم چون حس میکنم یه مقداری طول میکشه توضیح دادن برای اینکه این چند دقیقه. خیلی ممنونم، مرسی، متشکرم. سلامت باشید. خانم صدف بفرمایید. خانم صدف نصری پور. دستم خورده بود ببخشید آوردم پایین. بفرمایید، سریع بفرمایید لطفا، ممنون میشم. نه دستم خورده بود ببخشید. صداتون رو من ندارم. ببخشید من میتونم سوال بپرسم؟ ایشون میگن که اشتباهی دستشون خورده روی دست، سوالی ندارم. من متوجه شدم، عذرخواهی میکنم ببخشید. ببخشید من حدودا وسطی ویدیو اومدم میخوام ببینم که ویدیو جایی بارگذاری میشه که ببینم کلا، چون من تا الان رایتینگ ننوشتم، فقط مقاله مینوشتم، یعنی مقاله های مهندسی شیمی آکادمیک مینوشتم. الان میخوام ببینم شما توضیح ابتدای کار دادیم که اصلا چجوری شروع کنم برای هر تسکی یا نه؟ جمله آخرتون متوجه نشدم. شما اطلاعی ندارید که چی؟ من اصلا نمیدونم که چطوری باید رایتینگ رو بنویسم. میخواستم ببینم شما ابتدای برنامه اینو توضیح دادید که من الان وقت شما نگیرم. بله حالا میتونید بعد توی گروه هم پیام بذارید، من توضیح مفصل‌تر برای شخص شما میتونم بدم، یعنی توضیح بدید سطحتون چطوریه، چه هدفی دارید، اینا من توضیح شخصی میتونم بهتون بدم توی گروه پیام. سلامت باشید. خانم رعنا.
بفرمایید. خیلی وقت اندکه. بفرمایید. سلام، صدای منو دارین؟ بله بله. ببخشید من یه سوال کلی داشتم. من تا زمانی که بخوام آزمون بدم یه محدودیت زمانی دارم، 2 ماه بیشتر وقت ندارم. بعد میخواستم ببینم که چه سهمی از این تست دادن و مطالعاتمو صرف نئوتافل کنم، چه سهمیشو برای TPO اختصاص بدم که بیشترین نزدیکی رو داشته باشه به آزمون اصلی. آها. به نظر من اگر که میخواید یه تمرینای اولیه‌ای همینجوری بکنید، اونم فقط تسک 1 و خیلی قراره تست بزنید، قراره خیلی زیاد تست بزنید، میتونید یه تعدادی اول TPO بزنید، TPO های آخر از آخر برید یه 10 تا بزنید و بعد برید سراغ نو. اما اگر واقعا این مال اینه که شما مثلا 150 تا تست باید بزنید، اما اگر این شرط نیست همش نو بزنید، نیاز نیست TPO بزنید. تسک 1ش عین نوه، TPO نو یکسانه، تسک 2 هم TPO اصلا منسوخ. خیلی ممنون، لطف کردید. موفق باشید. فکر میکنم 2 دقیقه کلا زمان داریم. آقای حسن اگه که سریع بفرمایید. من سوالم اینه که شما توی تسک 2 که خودتون مینویسید مثلا با فرض کنید با علی موافقین، بعد حالا اونو چطوری درگیر اون رایتینگتون میکنید؟ صرفا اینطوری که مثلا من با علی موافقم چون نظرش اینه، یه خلاصه هم از اون قسمتی که توی اون ریدینگش گفته میگین، بعد میگین که به جز اون مثلا این یه بنفیت دیگه هم داره، اینطوری دارین اونو درگیر میکنین تو رایتینگتون، یا مثلا میاین خود نظر اونو بست میدین؟ مثلا اون گفته بنفیت فلانه، میگین که آره بنفیت اینطوریه به یه دلیل دیگه ای هم. نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه. بله ببینید، نه کلا آوردن پوینت این شخص افراد اصلا اهمیت خاصی نداره. اینکه بیام خلاصه حرفشون هم بزنیم اهمیتی نداره. من میگفتم با فلانی موافقم و شروع میکردم به حرف زدن. یعنی حرف جدید. یعنی اصلا از اونا چیزی نمیگین؟ نه نیازی نیست، به نظر من نیازی نیست. میتونید هم بگید ولی وقتتون میره. مهم اینه که حرف جدید بزنید. اگه وقت دارم یه سوال کوچولو دیگه بپرسم. وقت دیگه نیست دوست عزیز. اگه میشه توی گروه بپرس، منو تگ کنید، من در خدمتت هستم. بچه‌ها خیلی خیلی ممنون از همتون بابت اینکه این 1 ساعت رو زحمت کشیدید، بنده رو تحمل کردید و اینکه امیدوارم حالا در هر صورت، میدونم که سوال خیلیاتون ممکنه پاسخ داده نشده باشه، میدونم که یه مقداری ممکنه چالش هایی بوده باشه و منظورم اینه که در کل تشکر میکنم از همتون. باز هم سعی میکنیم این جلسه رو برگزار کنیم. ممنون از همتون. امیدوارم که حالتون خوب بمونه و روز و عصرتون بخیر. خدا نگهدار همگی.